عرضم حضور شما که نه تنها در اینجا مثلا در فرانسه در نانت 5-6 سال پیش فستیوال نانت با فیلم من ساخته شده بود. برام هیچ جای تعجب ندارد. اگر این فیلم در یک مسابقه نیست. یک فیلمی مستند است 2 ساعت 6 دقیقه است درباره کامیل آرماتوف بنیانگذار سینمای آسیای مرکزی اولین تاجیکی که رفته تحصیلات حرفه‌ای در بخش سینما کرده است و برای ما باید افتخار باشد واقعا و درباره کامیل آرماتوف یک فیلمی ترجمه حالی یا که زندگی نامه نیست. این چند فکر و دیدی نفرایی هستند که با کامیل آرماتوف نزدیک بودند یا که اهل خانواده‌اش بودند. مثلا خانمشون که آخرین خانمشون که زنده در تاشکند زندگی میکنند. صحبت اوناست ما از 4 فرزندشون رو ما پیدا کردیم که زنده اند و ما با اونا صحبت کردیم. همچنین وقتی کارگردان بود کامیل آرماتوف فیلم بردارش هنوز هم زنده هستند در نیویورک زندگی میکنند. میران پنسون نقاشی فیلماشون که بودن آقای سلیمانوف نام در نیویورک زندگی میکنند و کارگردان دیگه‌اش ادوارد خچاتور نام در نیویورک زندگی میکنند که ما با هم اینا صحبت کردیم. همچنین با هنرپیشه‌هایی که با ایشون کار کردن در سن پترزبورگ در مسکو در دوشنبه اینجا با مهارت عالی صحبت کردیم. کینوشناسای ما مثلا در اینجا کیسه عبدالله صحبت کردن درباره این ایجادیات این کس. ما همچنین پاره‌های فیلم‌هایشون ما استفاده بردیم و تمام فیلم فقط 3 جمله متن مؤلفی دارد. دیگر همش اینترویوی نفرایی هست که با ایشون بودن، با ایشون زندگی کردن، با ایشون همکاری داشتن. Stanisław Makiewski. Stas. Фотографии у Сергея Эйзенштейна. Он снимал интервью очевидцев. Так что я очень рад, что вы пришли. Спасибо вам за ваше внимание, за то, что вы пришли. Крупицам собирал воспоминания людей, связанных с именем Камиля Ярматова. Вы были у нас и министром здравоохранения. Это было золотое время здравоохранения в Таджикистане, мы это все помним. Я хотел спросить о вашей маме. Ваша матушка, это была гордость нашей нации, это была первая наша великая актриса. Киноактриса, актриса, которая и в театре, и в кино, она играла основные, вот первые роли профессионально она играла, и с вашим отцом